سلام. تو رو خدا ببینید حیف اینا نیست اینا رو دست یه پیمانکار بدید که بتونه اینا رو به صورت هتل راه اندازی کنه. چه منطقه پردرآمدی میشه برای شهر گناوه. بعد من نمیدونم که چرا شهردار میگه که ما منبع درآمدی نداریم یا دولت به ما بودجه نمیده. اینا الان اگه درستش کنن چون رو به ساحل هم هست، ببینید چقدر زیباست. اصلا این فوق العاده است. یعنی اگه دست یه نفری بودش که سرمایه گذاری میکردش واقعا میتونست یه هتل خیلی شیک و زیبا و خوب در بیاره، ولی من متاسفانه نمیتونم. یعنی ببینید واقعا دیواراشو ببین چقدر خوشگله. یعنی اصلا واقعا حیفه. من نمیدونم چی کار میکنن یا چه اتفاقی داره میفته. واقعا اگه پیمانکاری هست که بتونه با شهرداری گناوه کنار بیاد و بتونه اینجا رو بسازه، دوباره درستش کنه با همین سبک، با همین شیوه ها، نه سبک و شیوه رو تغییر بده و درختکاری های نخل بکاره، نخلی که مال خود گناوه است. میدونید چه درآمدی خواهد داشت؟